سوجوک یک علم اسرارآمیزه. به همه توصیه میکنم که با این علم زیبا و کاملا ساده آشنا بشن تا بتونن توسط اون تمام بیماری خودشون رو درمان کنن. به نام خدا سلام، من سانا زمینی هستم، متخصص سوجوک تراپی. امروز میخوام براتون اولین قسمت از مجموعه ویدیوهایی که در رابطه با 0 تا 100 سوجوک هست باهاتون صحبت بکنم، چون که میخوام که چند تا ویدیو به طور خیلی خلاصه اطلاعات کاملی رو در رابطه با سوجوک بهتون بدم که شما با این علم جدید آشنا بشین و بتونین مشکلات خودتون رو از طریق این علم برطرف بکنین. مشکلات روحی و جسمی، مشکلات روانی و هر مشکلی که فکرشو بکنین شما میتونین توسط سوجوک برطرفش بکنین. کلا سوجوک چیه؟ من یک خلاصه ای از گذشته طب کلنگر در قسمت آسیای جنوب شرقی خدمتتون ارائه میدم که شما بتونید بهتر با علم سوجوک آشنا بشید. همینطور که میدونین از سالهای خیلی دور، یعنی مثلا حدود 6000 سال پیش، توی چین یک طبی وجود داشته که بیشتر الان ما به طب سوزنی میشناسیمش. یعنی چی؟ یعنی نقطه هایی رو از بدن مشخص میکنه و روی اون نقطه ها رو با فشار دادن یا با زدن سوزن تحریک میکنه و باعث میشه که خیلی از مشکلات و ناهماهنگی های بدن برطرف بشه. توی طب چینی میان توی بدن کانال های انرژی در حال حرکت هستن و این کانال های انرژی هر قسمتش ممکنه بتونه مشکلات قسمت دیگه ای از بدن رو برطرف بکنه، میان کار میکنن و بر اساس سوزن هایی که روی بدن میزنن سعی میکنن اون نقطه ها رو تحریک کنن و یک تعادلی توی بدن ایجاد بکنن. سالهای زیادی طب چینی کار میکرده قبل از اینکه طب رایج به وجود بیاد و اصلا کلا هیچ دارویی ایجاد بشه. می اومدن از طب چینی استفاده میکردن که با ماساژ دادن یا فشار دادن نقاط یا استفاده از سوزن می اومدن مشکلات رو برطرف میکردن، یا اینکه حداکثر یه سری دمنوش تهیه میکردن و اون دمنوشا رو به بیمار میدادن و بیمار حالش بهتر میشه. کلا طب چینی سیستمش اینه که یک طب کلنگره. یعنی چی؟ طب کلنگر یعنی طبی که کل بدن انسان رو میاد به صورت واحد در نظر میگیره. یعنی میگه که شما هر مشکل روحی روانی داشته باشین روی جسمتون تاثیر میذاره، همچنین اگر جسمتون دچار مشکلی شده باشه روی روح و روانتون تاثیر میذاره. مثلا میان میگن که شما اگه کیسه صفراتون خوب کار نکنه باعث میشه که خیلی عصبی بشین، مدام در مسائل کوچیک عصبانیتون بکنه، عصبانیت‌های زودگذر داشته باشین. میان هر کدوم از اعضای بدن و ارگان‌های اصلی بدن رو مربوط میکنن به یکی از مشکلات و بیماری‌هایی که طبق تجربه دیدن در بدن ایجاد میکنه و وقتی که میان سوزن میزنن سعی میکنن که اونو تحریکش بکنن. همچنین میان میگن که اگه شما خیلی عصبانی بشین رو کبدتون اثر میذاره یا روی کیسه صفراتون اثر میذاره. اگه خیلی غم داشته باشین روی ریه‌تون یا روی روده بزرگتون اثر میذاره. یعنی ارتباط اینها رو با هم در نظر میگیرن. به این میگن طب کلنگر که میاد کل بدن رو با هم در نظر میگیره و میاد این دیدم داره که مثلا اگر شما ریه‌تون خوب کار نکنه ممکنه پادرد بگیرین. به عنوان مثال دارم میگم. یا اینکه مثلا اگه معدتون اذیت بشه ممکنه که چشمتون یا کبدتون اذیت بشه، ممکنه چشمتون درد بگیره، یا اینکه مشکلات مختلفی توی بدنتون ایجاد بشه. یعنی میگه که شما هیچ وقت نیاین وقتی که یه قسمتی از بدنتون مشکل پیدا کرد اونو به طور ایزوله در نظر بگیره و بیان بگی من فقط میخوام اون مشکل اونو برطرف کنم، چون ممکنه که قسمت دیگه ای از بدن شما، حالا چه جسمتون چه روحتون، آسیب دیده باشه و وقتی که شما اون قسمت کوچیکی از بدنتون رو مشکلش رو برطرف بکنین به خاطر عدم تعادل انرژی در قسمت‌های مختلف دیگه ممکنه دوباره اختلالی توی اون عضو بدنتون به وجود بیاد و دوباره حالتون رو بد بکنه. طب کلنگر رو پس الان توضیح دادم چیه. یه مقداری هم با طب چینی آشنا شدیم.
بعد از سالها که اومدن توی آسیای جنوب شرقی روی این مسائل کار کردن و به این ترتیب اومدن بیماراشون رو درمان کردن، یک علمی به وجود اومد به اسم علم بازتاب شناسی. این علم بازتاب شناسی حالا چی میگه؟ میاد میگه که ما یه میکروارگانیسم ها یا یک قسمت های کوچیکی توی بدنمون داریم که میتونه آینه یه قسمت های مختلف بدنمون باشه. یعنی چی؟ مثلا شما وقتی به زبون یک بیماری نگاه میکنی میتونی خیلی از مشکلات رو توی بدنش متوجه بشی. وقتی به کف دستش نگاه میکنی میتونین از روی کف دست خیلی از مشکلات بدن رو متوجه بشی. اگر که به عنبیه چشم نگاه میکنی میتونی خیلی از مشکلات رو متوجه بشی. پزشکان و خصوصا کسانی که با طب سنتی خودمون آشنایی دارن بیشتر حرف منو درک میکنن، چون که خیلی از مشکلات رو میتونن از روی این قسمت‌های مختلف بدن متوجه بشن. به این میگن علم بازتاب شناسی. یعنی میگن هر قسمتی توی بدن ما یک بازتابی روی یک جای دیگه بدن داره. مثلا کف دست بازتاب داره، یا اینکه کف پا بازتاب داره، یا اینکه قسمت‌های مختلف دیگه مثلا تخم چشممون بازتاب داشته میشه. و همچنین میتونن از طریق این بازتاب‌ها بیان اون مشکلات رو برطرف کنن. مثلا شما فرض کنید که توی یه سیستم بازتاب شناسی بیان ببینیم که چشم بازتابش اینجاست، میان این قسمت رو تحریک میکنین یا ماساژش میدین، باعث میشه که اون مشکلاتی که توی چشم شما وجود داره برطرف بشه. خب پس بنابراین تا اینجا ما هم طب کلنگر رو داریم، هم طب چینی رو داریم و هم این که بازتاب رو داریم. بعدش سالها بعد از این ماجرا یک آقایی به اسم پروفسور پارک جایوو اومد یک علمی رو ایجاد کرد بر اساس این که ما بتونیم از طریق همین سیستم بازتاب شناسی که خدمتتون گفتم بیایم تمام قسمت‌های بدن رو روی دست و پا داشته باشیم و بتونیم از طریق دست و پا، یعنی این قسمت دست و این قسمت و همچنین روی پا و کف پا، مشکلات بدن رو برطرف بکنیم. اسمشو گذاشت سوجوک. چرا؟ به خاطر اینکه توی زبان کره‌ای سو یعنی دست، جوک یعنی پا. برای همین اومدن اسمشو گذاشتن سوجوک. و اومد یک سری اطلاعات داد که طبق اون اطلاعات شما میتونین از طریق دست و پاتون به تمام قسمت‌های بدنتون دسترسی داشته باشین و بتونین هر ناهماهنگی که اونجا به وجود اومده رو برطرف بکنین و بیماری‌ها رو برطرف بکنین. و اومد گفتش که هر وقت که یک بیماری در بدن ما به وجود میاد به خاطر عدم هماهنگی بین یک سری انرژی ها هستش که باعث به وجود اومدن اون بیماری میشه. اومد هر کدوم از بیماری ها رو به یکی از این انرژی ها مربوط کرد و این البته بر اثر تحقیقاتی بودش که در این رابطه انجام داد و به این نتیجه رسید که مثلا قلب روی خون کنترل داره، پس انرژی که از طریق قلب ایجاد میشه میتونه خون ما رو کنترل بکنه و اگر مشکلی توی خون ما به وجود اومده باشه ما میتونیم از طریق قلب برطرفش بکنیم. یا اینکه مثلا اومد گفتش که اگه موهاتون میریزه به کلیه هاتون ربط پیدا میکنه و اگر شما کلیه قوی داشته باشید ریزش مو هم نخواهید داشت. یا اینکه خیلی 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 مشکلات دیگه‌ای که توی بدن وجود داره هر کدومش رو ما میتونیم به یکی از انرژی ها و به یکی از ارگان های اصلی بدن مرتبطشون. این طب رو بهش گفتن طب سوجوک و در حال حاضر توی خیلی از قسمت‌های دنیا داره استفاده میشه و اگه شما یه سرچ کوچیک توی اینترنت بکنین کاملا میتونین ببینین که مقاله هایی در رابطه با سوجوک وجود داره و پزشکانی هستن که از طریق طب سوجوک دارن بیمارای خودشون رو درمان میکنن. پس بنابراین سوجوک یک علمی هستش که اول از همه طب کره‌ای هست و این طب کره‌ای پایه و اساسش طب چینی هست. در ضمن سوجوک یک طب کلنگره که کل بدن رو در ارتباط با همدیگه میبینه و بازتاب شناسی هم هست به خاطر اینکه میاد میگه کل بدن روی دست یا پا بازتاب داره.
اگر که از این ویدیو خوشتون میاد حتما این ویدیو رو برای من لایکش بکنید و همچنین نظرات خودتون رو توی کامنت ها برام بنویسین. برداشتی که پیدا کردین از روی صحبت های من رو توی کامنت ها بنویسین که من با شما میخوام این ماجرا رو پیش ببرم و مطمئن شم که شما دقیقاً مطالبی که در رابطه با طب سلوک هست رو درست متوجه شدید. اگر هم فکر میکنین این مطلب ممکنه برای کسی جذاب باشه، خوشحال میشم که براش شیر کنین و بفرستین این ویدیو رو. در ضمن اگر کانال رو هم سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب بکنین تا اینکه ویدیوهای بعدی من رو هم از دست ندید. حالا طب سلوک یه سری خصوصیت داره. اول اینکه شما باید بیمارتون رو ببینین، باهاش صحبت بکنین، شرح حال کامل ازش بگیرین و یه راهکاری بهش ارائه بدین. یه خوبی که طب سلوک داره اینه که اول از همه از دارو استفاده نمی‌کنیم. یعنی ما سعی می‌کنیم که همه چیز رو روی دست بچسبونیم اگر لازم شد. اگر که خواستیم لوبیا بچسبونیم، دانه‌های مختلف بچسبونیم، برگ بچسبونیم. حالا توی ادامه من در مورد این مسئله بیشتر باهاتون صحبت می‌کنم. دومی خصوصیتی که هست اینه که اصلا احتیاج معاینه نداره. یعنی شما وقتی که یه بیماری رو ببینین میتونین از روی صورتش یه چیزایی بفهمین یا از روی کف دستش، اینا رو میتونین کمک کنین، ولی احتیاج نداره که اصلا به بیمارتون دست بزنین یا اینکه بدنش رو معاینه بکنین. احتیاج معاینه اصلا نداره. سوم این که به دلیل اینکه شما چیزی نمیخورین و برای معدتون ایرادی نداره، هیچ دارویی نمیخورین، هیچ عوارض جانبی نداره. یعنی شما اگر که حتی اشتباه هم تجویز بکنین یک راهکاری رو، هیچ مشکلی برای بدن به وجود نمیاد، برای اینکه شما چیزی نخوردین، چیزی به بدنتون اضافه نشده. بعد در ضمن بدن هم هوشمندانه داره در مقابل اون راهکاری که شما روش انجام میدین عکس العمل نشون میده. و اگر که برای بدن شما اون ماجرا فایده ای نداشته باشه، اون راهکاری که دادین فایده ای نداشته باشه یا اینکه احتمالاً اشتباه باشه، بدن شما اون راهکار رو نمیپذیره، چون که بدن به طور هوشمند خودش سعی میکنه که تنظیم کنه انرژی هاشو. وقتی که شما بخواین بدن رو از اون تعادلی که نداره بدترش بکنین، بدن به شما عکس العملی نشون نمیده و سعی میکنه که حداقل از اون وضعیتی که دارین بدتر نشه. یه خصوصیت مهم دیگه هم که داره اینه که شما میتونید با سلوک خود درمانی کنید. یعنی حتما لازم نیست که برای انجام مسائلی که در رابطه با بیماری ها پیشنهاد میشه حتما یک متخصص سلوک به شما اطلاعات بده. شما در حدی که بتونید ویدیوهای منو ببینید و یه مقداری آشنایی با سلوک پیدا بکنید، میتونید برای خودتون یا اعضای خانواده‌تون راهکار تجویز بکنید. خیلی از مادرها توی کره یا توی هندوستان میان سلوک رو یاد میگیرن و برای بچهای خودشون یا برای همسر خودشون میان اون راهکارها رو ارائه میدن و اصلا احتیاج به پزشک پیدا نمیکنن، به دلیل اینکه میتونن خیلی از مشکلات رو تو خونه برای خودشون حل کنن. پس بنابراین سلوک یک طبی هستش که خود درمانی توش هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه و شما میتونید خود درمانی کنید. من تصمیم دارم که توی ویدیوهای آینده که با عنوان 0 تا 100 سلوک براتون ایجاد میکنم، یک خلاصه‌ای در رابطه با اینکه اصلا سلوک به چه ترتیبی کار میکنه و انرژی‌هاش به چه ترتیبی هستن، از چه ابزارهایی استفاده میکنه و آشنایی کلی شما در این رابطه پیدا بکنید میخوام خدمتتون ارائه بدم. و بعد از اینکه شما این ویدیوها رو دیدین میتونین که ویدیوهای دیگه کانال رو هم ببینین، چون که به صورت یه مقداری تخصصی تر و پیشرفته تر هم در رابطه با بیماری ها من راهکار دادم و صحبت کردم. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. امیدوارم که براتون مفید باشه. تا ویدیوی بعدی که فراموش نکنین حتما ببینینش. همه شما دوستان عزیز رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.